جبرائیل امین و نزد رسول اکرم آمد. رسول الله خواب بود، سری خود تاج از سر گرفت و سری خودش به کف پای رسول الله گذاشت. جبرائیل امین پیک رسول الله از نزد الله آمدگی سری خود برهنه کرد، تاج گرفت و فرق سری خودش به کف پای رسول الله گذاشت که وقتی که کافوی سرد است و پای رسول الله گرم است، یک دکه خورد پیامبر پای خودش کشیدید که جبرائیل امین در اونجا هست. گفت که ای جبرائیل، تو سردار همه ملائک هستی، تو پیک همه پیامبرها هستی، تو از نزد الله پیام میاری، این چگونه است که تو سری خود به کف پای ما گذاشتی؟ جبرائیل گفت ای حبیبی، الله گفت همون بزرگی را که راهبر و سردار و با فضیلت ترین همه فرشته های الله من هستم، گفت از همین گرد خاک پایتم الحال خدا ما را نصیب کرد. من به این گرد خاک که به سری من رسیده است به 7 آسمان و زمین پرواز میکنم و فخر میکنم که گرد خاک پای رسول الله به سری من رسیده است. آداب ببین، رسول خدا را دشمن میخواست که به کارد بکشش، دشمن میخواست که سنگ بر رسول الله بزند، دشمن اشکمبه پری نجاست به گردن رسول الله در نماز خواندن بار میکرد. دشمن کسی بود که زمانی که خدیجه کبرا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را وقتی که تولد کرد، همه مشرکین و منافقین گریختن، همه گفتن ما دایگی نمیکنیم کسی را که دینی نو آورده است، همه گریختن رفتن. خدیجه مادر چنین عذاب، ولی در نزد خدا قدر قیمتی او را ببین که جبرائیل امین سری خودش به کف پای رسول الله گذاشت. پیامبر خدا بیدار شد و جبرائیل امین حکم خدا را بر او خواند که در این شب تو باید به مهمانی بیای، جنت و دوزخ به چشم سرت ببینی که فردا روز قیامت این امت گناهگار عاصی خدا شفاعت کرده بتانی از آتش دوزخ، علنگه آتش دوزخ نترسی، بهشت ببینی، دوزخ ببینی. و در اون شب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براق آورد و در براق پیامبر خدا را خواست بنشاند. و براق چیست؟ براق گفته جاندار هست که او در بهشت است، نصیب بهشتیان است. براق از خر قدش بالاتر است و از اسب پایانتر، دومش به مثل دومی گاو است، سینش به مثل سینه شتر است، از اسب پایانتر، از خر بالاتر قدش، و روی او سری او به مثل سری آدمی است، عقل ادراک دارد. و براق نه به مثل دیگر حیوان ها قدم میزند خیز میزند، نه، مدی بسر به هر کجا که چشم انسان برسد پای براق در همونجا میرسد. این چنین است. امروز یک مخلوق بیچاره، یک سمالیات مثلا در 1 ساعت چند هزار کیلومتر، یک مخلوق بیچاره که آهن فاعل تشکیل کردگی از یک از فروغ کنه. اما براق هیچی است، این خلق کرده الله است که مدی بسر چشم تا زمینجا کوه امام عسکری را میبیند، همون چشم تا هوی میکنی در همونجا میرسی. براق چنین است. پیامبر خدا همراه جبرائیل رفتن به چی؟ به مسجد الاقصی در شام. در مسجد الاقصی پیامبر خدا براق در حلقه در مسجد الاقصی بسته کرد و خود در آمد و نماز خواند، تحیه مسجد خواند. یعنی اولین کاری که رسول خدا کرد به مهمانی رفت تحیه مسجد بود. هر یکی ما و شما هم به کدام مسجد که در کدام گوشه دنیا که نباشد داخل شدیم باید درکت تحیه مسجد بخونیم. تحیه مسجد چیست؟ سلام و آداب و پروردگار است. تحیه مسجد بنده چگونه میخوند؟ رسول الله چگونه خوند؟ وقتی که بنده تحریمه میبندد، در تحریمه بستن همه افعال دنیا را به خود حرام میگرداند، دنیا را پشت دست میکند. هر چیزی که برای آدم زنده حلال است در نماز و حرام است. خوردن نادرست، پوشیدن نادرست، گپ زدن نادرست، خندیدن نادرست، خوابیدن نادرست، ره گشتن نادرست، نشستن نادرست، نگاه کردن نادرست، پوشیدن نادرست، بدر کردن نادرست. هر چیزی که آدم زنده میکند در نماز و نادرست است. تحریمه را که بس الله اکبر گفتی در نماز در آمدی تو در دنیا نیستی.
باید تماس به الله بگیری، دستا پیشی برگرفته با ادب قلب پاک کردی، لباس پاک کردی، طهارت تازه کردی، در مکانی پاک تو به خدا سخن بگویی. رسول الله 2 رکعت نماز خواند تحیه مسجد. قیام حالت است که بنده دستا پیشی بر میگیرد، با سر کشال جای سجده را نگاه میکند و پروردگار خود راز نیاز میگوید الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش و همه نیکویی ها مر پروردگار را هست که او رب العالمین است، تربیت کننده همه عالم هاست الی آخره. بنده در قیام عاجزی خودش به پروردگار نشان میدهد، ترک دنیا همه کردگی و خدا راز نیاز میکرد. وقتی که رکوع کرد، در رکوع چکار میکند؟ عاجزی خودش نشان میده، میان خم میکند، پس میکند که خدایا من میان خم میکنم به نزد تو پروردگارا. او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حالی وا بگیریم که خالق خودشون نمیشناسن، خدای خودشون نمیشناسن، به نمازهای بیچاره میبرن از دنیا به تو شب خالی و خالی میبراید میروند. به حالی و ما باید بگیریم به حالی به نمازها. چقدر به نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداوا کنین، مستحکم کنین که تا که از طرف کفیدگی دیوار شما چشم یک به نماز در حولی شما نهفته که کثافتی دارد. از طرف چشم به نماز در حولی شما نهفته. امروز خانه ها پری به نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده است، میبینی در خانه چند به نماز است. آواز از آن میشنم، مسجد نمیآید، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، همونطور خالی از دنیا میرود. این جنازه ای که ما میکنیم فایده به او ندارد، هیچی فایده به او ندارد. جنازه برای مسلمانی واقعی فایده دارد. عمرش که نماز نخونده باشد جنازه با او چی فایده دارد؟ هیچی فایده ندارد. رسول اکرم تحیه مسجد خواند، قرائتی دراز کرد، در خیام با سر به جای سجدگاه دوختگی بود، اشکا میریزاند. رکوع کرد، در رکوع سبحان ربی العظیم، الله پروردگار جل جلاله را و پاکی یاد کرد، در رکوع ایستاد و بعدم به سجود رفت. و سجده چی است؟ مغز نماز است، مغز عبادت است، مغز نماز سجود است که با وجودی که همه کائنات خدا به خاطر او خلق کردگی بود. اگر 18,000 عالم اگر همش جمع کنیم به گرد خاک پای رسول الله برابر نمی شود. به همین بزرگی و شرافت قیام ده ایستاد، رکوع کرد، در سجده خدا را به پاکی یاد میکرد. و همون وقت بنده مسلمان است، همون وقت بنده کبر ندارد، غرور ندارد، خدا را میشناسد. بنده اساسی است او بنده که سجده خدا داشته باشد. اگر سجده خدا که نداشته باشد، هر روز میلیون گاو بکشد، هر روز میلیارد دلار خیر صدقات بکند، 1000 بار حج بره و بیاید، میلیون بار زکات بده، اگر نماز نداشته باشد هیچ چیز از کردگی. گنجینه در این عالم ویران نماز است. مولای روم میگه، همین مولای روم که 2 سال پیش یک جمهوری او را بزرگ داشت قید میکرد، همون کس میگه گنجینه در این عالم ویرانه فقط و فقط نماز است. پول نیست، مال نیست، منصب نیست، قصر نیست، ماشین نیست، زن فرزند نیست، یار و رفیق نیست. همه اینها فنا میشوند، نیست میشه، همه موقتی است. فقط از این دنیا ما و شما نماز میبریم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید و عباده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا رحمت توانی آورد. گر کعبه روانی دریا خانه نماز. پیامبر خدا 2 رکعت نماز خواند. بعداً به براق سوار شدند. در حالی که به براق پیامبر خدا سوار شد، کتاب ها اهل دل بیان میکنن بحث و مناظره زمین و آسمان است.
صدها هزار سال بحث میکردن. آسمان میگفت که خدا در ستاره را خلق کرده است، آفتاب ماه خلق کرده است، روح همه انبیا در من است، بهشت در من است، عرش کرسی و لوح و قلم در من است، فرشته ها در من هستند، لوح المحفوظ در من است. میگفت زمین چی میگفت؟ زمین میگفت که خدا در من شهرها خلق کرده است، دریاها خلق کرده است، اقیانوس و کوه و دیگر خلق کرده است و عاقبت الامر زمین بر آسمان غلبه کرد. تو گفت اگر همه را هم که داشته باشی، من گفت کسی را که دارم که تو نداری. کیست؟ او حبیبی الله است، و محمد صلی الله علیه و سلم است که خدا همه کائنات به خاطر خلق کرده است. جسمی معطر منوری گفت در دل ما هست، در زمین است، در مدینه منوره است و آسمان مات شد، محو شد ما. و برای خرسند شدن آسمان باز رسول اکرم چی از زمین به آسمان رفت. ولی زمین زمانی که به آسمان پیامبر خدا میرفت، در صخره پیامبر خدا برآمد و در صخره پیامبر خدا پای خودش بالای سنگ گذاشت. در براق وقتی که سوار شد، او سنگ در ناله آمدگی بود، سنگ به ناله آمدگی بود. ای رسول خدا گفت امر کن که من از زمین بالاتر برم. رسول خدا گفت بیا بالاتر رفت. گفت امر کن که من در جای خود بیستم. گفت به چه خاطر؟ گفت به خاطر که پای تو بر بالای من رسیده است، غیر از پای تو نمیخوام که پای دیگر کس بر بالای تو برسد. این سنگ معلق که الحال معلق هم نیست، بلکه از طرفش دیوار کردن. قبلا معلق بود و معلق هست، اما به خاطر که مردم عوام بیسواد او را همچون پرستش میکردن، همچون شفا و میکندن و میبردن و در کسلی و بیماری هاشون میبردن، فلان پکان میکردن، از طرفش دیوار کردن که معلقش نمونه، تا که مردم با او بسیاری بد فریفته نشود. رسول اکرم در براق سوار شدگی بود که زمین به ناله آمد، زمین به گریه آمد، زمین به ناله آمد و از هر یک حجر و مادر و سنگ و کلوخی که در زمین بود ناله می برآمد. جبرئیل امین جلودار بود. جبرئیل امین اون نقطه و اون بند براق در دست داشتگی بود. تاج فرشته ها بندی او را داشتگی بود. براق پیامبر خدا بر براق سوار بود. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، حضرت لسان الغیب حافظ میگه مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت و تماشای تو آشوب قیامت برخواست. ای رسول الله، حافظ میگه تو وقتی که دعوت الله که به تو رسید تو مست شدی در عشق خدا، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت و تماشای تو آشوب قیامت برخواست که همه حجر و مدر همه از عشق رسول الله از زمین دور شدنش عشق میریزوندن. حضرت شیخ سعدی بزرگوار اولیای خدا همین ناله زمین و گریه زمین و ساربان که جبرئیل بود شتربان بندی او براق داشتگی، میگه زمین به ناله آمد و به جبرئیل ناله میکرد و میگفت حضرت شیخ سعدی را به نظر ای ساربان آهستران آرام جانم میرود. ای شتربان، ای ساربان آهستران آهسته برید، آرام جانم میرود. آرامی که در جان من بود میرود، من نیست میشم، هلاک میشم. زمین ناله میکرد این نظم ها را میگفت و جبرئیل ای ساربان آهستران آرام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سر و روان گویا که جانم میرود. زمین ناله میکرد کو میرود دامن کشان، که از دل نشانم میرود. کو میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از دل نشان که از دل نشانم میرود. باز آی بر چشمم نشین ای دل ستانی نازنین،
زمین ناله میکنه. باز آی بر چشمم نشین ای دل ستانی نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود. صبر از وصال یاری من، برگشتن از دلداری من، گرچه نباشد کاری من، هم کار از آنم میرود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن، من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم میرود. سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی‌وفا، ای امتی بی‌وفا، ای امتی که زمین به خاطری اون ناله میکرد، حجر و سنگ و کلوخ به خاطری اون ناله میکرد، از جدایی و عشق میریزان. ای امتی بی‌وفا تو چی پروایی نداری؟ بار پیامبر به یاد نمیاری، صلواتی برای او نمیگویی ای امت، کسی که امتی گفت و از دنیا رفت. سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی‌وفا، طاقت نمیارم جفا، کار از فیغانم میرود. چون شدی موجود در عالم بگفتی امتی، در نماز روزت هر دم بگفتی امتی، در شب معراج نزدی حق بگفتی امتی، جان بلب آخر شده و آنگه بگفتی امتی. ما باید چنین ناله بکنیم نه زمین. زمین مسئول نیست، زمین پرسشی ندارد، اما ما و شما امتی او هستیم. ما و شما از محبتی او دور ماندیم. حالا که به یک صلوات گفتن یک مراتب ما و شما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگیم، خدا برای ما و شما 10 سلام میفرستند، رسول الله برای ما و شما 10 سلام میفرستند. در مکانی که صلواتی بر پیامبر گفته شود از اون مکان بوی خوش به آسمان میبراید. در هر مسجد، در هر معرکه و هر کجا که باشیم صلی الله علیه و سلم همه بگوید، همه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگوید. از اون مکان بوی خوش 7 طبقه زمین و آسمان پخش میکنند. فرشته ها وقتی که بوی خوش به مشام اونها میرسند و یکدیگر میگن این بوی خوش از جای میآید که در اونجا یاد رسول الله کردند. این بوی خوش از جای میآید که در اون مکان اون مسلمان ها بر روی پیامبر صلوات فرستاده ایستادند. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، از سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. یعنی بیان میکند که همه و همه در رفتن رسول الله اشکبار بودن، بغیر از انسان که پروایی نداشته در خواب. رسول معظم اسلام خود معراج گفته، اسرا گفته سفر شب میگن، معراج گفته نردبان میگویند. وقتی که پیامبر خدا به همراهی جبرائیل در براق سوار به آسمان اول که رسیدن، صدا زد جبرائیل امین که در بگشا. در اون رضوان اون کسی که آسمان اول در اونجا نزد دروازه بود گفت کیستی؟ گفت جبرائیل امینم، همراهی سرور کائنات، معلم بشریت، دوست داشته الله، حبیبی الله محمد صلی الله علیه و سلم هست. رسول خدا را خدا دعوت کرده است. وقتی که در کشاده کردم گفت پیامبر خدا در اون آسمان اول گفت حضرت آدم علیه السلام دیدم. حضرت آدم از جای خود خیست، آدمی که 1000 سال عمر دیدگی بود، آدمی که پیامبر خدا را دوست می داشت به یاد او می گریست، آدمی که خداوند به سبب شفاعتی پیامبر و وسیله کردن حبیب این خدا و صحبی را خدا بخشید. آدم از جای خود خیست گفت مرحبا به ابن صالح و نبی صالح، مرحبا گفت خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای فرزند صالح. گفته پیامبر خدا را آمد، حضرت آدم به آغوش گرفت، پیامبر خدا را در آغوش گرفت، از پیشانه مبارکه رسول اکرم حضرت آدم بوسه. چند ایستادن، جبرائیل امین
باز آهنگی سفر کردند و آسمان دویم برآمدند. در آسمان دویم وقتی که به دروازه آسمان دویم نزدیک شدن، باز جبرئیل امین صدا زد. از دروازه صدا برآمد: کیست؟ من علی الباب، کیست در در؟ جبرئیل امین صدا داد که منم، پیک رسول الله هستم و همراهی من این محمد صلی الله علیه وسلم است. دروازه دویم آسمان گشوده شد. در دروازه دویم یحیی ابن زکریا و حضرت عیسی ابن مریم در آسمان دویم بودند. بعضی آسمان چهار میگن، اما اکثر کتاب و حدیث ها بیان میکنه که در آسمان دویم هستند. حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام هر دو به پیشواز رسول الله خیستند، دویدند، آمدند، با پای برهنه و سر برهنه به پیکی رسول الله را دیدن و به پیش پیامبر آمدن. رسول خدا را چکار کردن؟ با آغوش کشیدن و بوسه کردن. از آسمان دویم و آسمان سوم عروج کردن. در آسمان سوم هم همین طریق درها را گفتن، کشاده کردن. در آسمان سوم یوسف صدیق بود، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله صلی الله علیهم اجمعین، حضرت یوسف صدیق بود. حالا که حضرت یوسف کی بود؟ یک قطره حسن رسول الله و یوسف نصیب شدگی بود. اگر میلیون ها یوسف زیبا را ما جمع کنیم با یک تار موی رسول الله برابر نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی هست که عایشه صدیقه طاهره مادرمان بیان کردی قصه یوسف وقتی که در قرآن خدا بیان میکند که زنها وقتی که ملامت کردن زلیخا را که تو به یک غلام خود عاشق شده ای، ملامتش کردن، طعنش زدن، سخنهای ناجا گفتن. زلیخا همه زنهای اشراف جمع کرد، بعد از اونها یک ترنجی داد و تطلهم سکینن، کارچه های تیز به دست اونها داد و گفت که شما اینها را چکار کنید؟ ریزه بکنید، بوس بکنید. وقتی که کارها در دست بود، از طرف دیگر یوسف صدیق گفت پیامبر خدا را که خط زینت بده و به نزد من بیا. وقتی که یوسف آمد، همه که جمال یوسف دیدن، دستهای خود بریدن، انگشتهای خود بریدن، خونها جاری شد، همه پر از خون شد. در حسن یوسف محو شدن، مات شدن. و قطعنا ایدیهن، خدا میگه همه دستهای خودشون بریدن. وقتی که بریدن و همه را چاک کردن، خونسار کردن، وقتی که یوسف حسن شدیدن، گفتن که زلیخا گناهی ندارد، هر زن این رو ببینند عاشق می شود. وقتی که این قیصه را عایشه صدیقه مادر ما، صدیقه طاهره دختری ابوبکر صدیق همسر رسول الله در قرآن قیصه را خوان، گفت قسم به الله که اگر در جای یوسف محمد صلی الله علیه وسلم میگذشت، او زنهای مثل دستهای خودشون نمیبریدن، بلکه با کار سینه های خودشون تیکه تیکه میکردن. حسن یوسف کجا؟ اگر زنهای مصر دستاشون بریدن، کلته کردن، برای یوسف بود. اما اگر زیبایی محمد صلی الله علیه وسلم میدیدن، دیله های خودشون با کار پاره پاره میکردن، ولی حسن رسول الله رو ندیده بودن. یوسف صدیق وقتی که رسول خدا را دید، از جا خیست، از کرسی دوید، آمد پشت دست رسول الله را بوسه کرد، پیامبر خدا را به آغوش گرفت و رسول الله را بسیار بسیار عزت و احترام زیاد کرد. جبرئیل امیر آهنگ کرد که بالا می رویم. باز به آسمان چهارم عروج کردند. آسمان چهارم ده هارون ابن عمران علیه السلام دیدند. در آسمان چهارم هارون برادرزاده موسی و هم پیامبر بود. از او جمع بعد زیارت التفاتی زیاد به آسمان چهارم ادریس دیدن، ادریس علیه السلام. به آسمان پنجم هارون ابن عمران دیدن و به آسمان ششم نزدیک شدن.
وقتی که در گفتن فرشته که من علی الباب، کیست بر در؟ گفتن که پیک رسول الله هست و حبیب خدا هست. در کشاده کردن. در ششم آسمان مکان موسی کلیم بود. موسی کلیم الله که موی سر تا میان بود. هیبتی که موسی داشت دیگر پیامبران نداشتند. یک پیامبر قوت 40 مردی و قوت دارد. 40 مردی نره قوت یک پیامبر دارد و موسی قوت 40 پیامبر دارد و پیامبر ما صلی الله علیه وسلم قوت 40 موسی را دارد. وقتی که موسی کلیم رسول اکرم دید با همون موی دراز تا میان هیبت کلان که اگر موسی کلیم با غضب اگر میپسان اولیای خدا را اولیای خدا خاکستر میشد، چون این هیبتی سختی داشت. دوید آمد پیامبر خدا را زیارت کرد، پیامبر خدا را بوسه کرد و خیلی هم گریه کرد. موسی کلیم حبیب خدا گفت که برادر موسی گفت با چی خاطری قدر اشک میریزونی؟ گفت که تو اخیران پیامبر هستی، تو حبیب الله هستی. هر چقدر که در من اسرائیل فهماندم خدمت کردم، اما اون مرتبه ای که تو داری هیچ کس نداره. فردا روز قیامت آن مقدار از امتی تو داخلی بهشت میشود که از هیچ امتی پیامبر اون مقدار داخلی بهشت میشه. ای رسول الله گفت آسمان بالا و نزد الله و حتما در آمدن مرا ببین بعد گذشته برو، مرا نادیده نرو. تأکید کرد موسی علیه السلام و با آسمان هفتم خروج کردن. در آسمان هفتم باز فرشته در کشاده کرد. در اون آسمان مردی زیبا از همه پیامبران زیباتر، خشروتر، حلیمتر، قامت بلند، میجه های دراز سیاه نازنین، اون کی بود؟ ابراهیم خلیل. حالا جمعه آینده وصل میکنیم پیامبرها که چگونه شکل داشتن. پیامبر خدا هر یک پیامبری که دیدگی بود با صحابه میگفت حضرت عیسی فلان خیر بود، حضرت موسی فلان 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 فلان، همه را میگفت. نوبت به ابراهیم خلیل رسید. گفتن که ای فرستاده خدا، ابراهیم خلیل چگونه صورت دارد؟ رسول الله اشاره به سوی خودشون کرد. یعنی ابراهیم خلیل مثل پیامبر ما صلی الله علیه وسلم خیلی شخص زیبا بود. وقتی که ابراهیم خلیل دید، از نزد ابراهیم خلیل الله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سدرة المنتهی رسیدند. در سدرة المنتهی دیگر براق هم در کار نیست، جبرائیل هم در کار نیست. جبرائیل قفا ماند. پیامبر خدا خیلی بالا رفت. گفت که جبرائیل در همه سفر اینقدر راههای دراز طی کردیم، تو الحال برای چی در راه عبرت میپرتایی از قفا میمانی؟ که براق هم نیست شد. جبرائیل گفت که ای رسول الله، گفت ای حبیبی الله، گفت اگر یک سری موی اگر یک قدم به پیش بروم همه پر و بال من میسوزه و خاکستر میشم. یعنی چی است تکلیف؟ حضرت سعدی رضی الله تعالی عنه میگفت در این باب که برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چی حد است مقام آدمیت. مقام آدم ببین که به جای میرسه که غیر از خدا کسی رو نمیبیند. نه براق لازم است نه جبرائیل. همین طریق است که دوستای خدا اولیاء الله میگن که میان عاشق و معشوق رمزی است. میان عاشق و معشوق رمزی است که من کاتبین را زو خبر نیست. عاشق معشوق چنان رمز دارند که چنان تماس دارند که کرام کاتبین از او خبر ندارند. و به آسمان هفتم از سدرة المنتهی جبرائیل ماند و براق هم ماند و رسول اکرم چکار کرد؟ به بالا عروج میکرد و بالا میرفت. و در بالا رفتن او حضرت مولوی جنون میگفت جان باد فدایی قد زیبای محمد صلی الله علیه و سلم. جان باد فدایی قد زیبای محمد.
با گیسوی مشکین سمن آسای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف تماشای محمد. جبریل جلودار براق شب معراج، حوران صفی در صف تماشای محمد. عرش از سرافرازی و تشریف قدومش، کرسیست و بالیش زی تمنای محمد. خورشید گرفت توشه از خیرمن حسنش، مهروی کنام بوسه زد از پای محمد. فردا که زند جلوه به بازار قیامت، محشر شود آن روز و تماشای محمد.